با سلامی دیگر باره از دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ شهلا گلخوجه هستم. بینندگان عزیز، چون همیشه در همین لحظه ها بازم در روبروی شما ساعت با وقت پراگ 10 حدود دقیقه است و من امیده هستم که قبل از شروع برنامه خبری که ساعت 1 با وقت پراگ مستقیما پیشنهاد شما می شود سرخط خبرهای روز رو برای شما ارائه کنم و یادتان نرود در برنامه خبری که 15 دقیقه ادامه می کند این خبر رو گزارشی که حالا من برای شما به شکل مختصر میگم در شکل مفصل بدن پیشنهاد شما خواهد شد. ایبنامه برادرزاده مفتی تاجیکستان عوض کرده شده است. ایبنامه مهتدی عبدالقادرов برادرزاده سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان اکنون با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی به دادگاه اسماعیل سامانی فرستاده شد. هرچند از قبل او با اتهام تشکیل فعالیت سازمان اکستریمیستی متهم دانسته میشد. حالا نزدیکان مهتدی عبدالقادرov انتظارند که تحقیق پرونده وی منصفانه صورت گرفته نسبتش قراری عادلانه صورت بگیرد. تفصیلات را در این باره برایتان در برنامه خبری بعد از طوری گفتم 30 ساعت دیگر پیشنهاد خواهیم کرد. عمل تروریستی بود و یا ترکیش گازی طبیعی بعد فوجیه در شهر ماگنیتوگورسک ظاهرا شکار مهاجران آغاز یافته است. در روزهای بعد سال نو مقامات انتظامی به بازداشت عمومی زادگان تاجیکستان و ازبکستان در این شهر روسیه پرداختند. گذشته از این به نقل ساکنان اطراف محل حادثه از آنها درباره 3 نفر پرسیدند که ظاهرا زادگان آسیای مرکزی می باشند. هرچند بعد ترکیش در بینای سرطبقه ماگنیتوگورسک کمیته تفتیشاتی فرضیه عمل تروریستی را رد کردند، اما عملکرد بعدی مقامات انتظامی سالهای زیادی را ایجاد کرده است. اگر بعد 3 ساعت ما را در برنامه خبری همراهی کنید امکان خواهید داشت که صحبت خود ساکنان این منطقه را بشنوید و همچنین ما صحبتمون اطراف ترکیش مسافربر خواهد بود که بعد از فرو رفتن بینای بسیار قبطه در ماگنیتوگورسک بعد یک روزش در مرکز این شهر به عمل آمده بود. نرخ خدمات زنان تنفروش در تاجیکستان ارزان شده است. چنین است نتیجه تحقیق یک سازمان جمعیتی در کشور که به واسطه با زنان و دختران تنفروش صحبت انجام داده است. به تخمین جامعه شناسان کم شدن درآمدهای اهالی زیر تاثیر بحران مالیوی باعث ارزان شدن خدمت رسانی این طایفه زنان بوده است. زنان تنفروش اکنون برای 1 ساعت چند سومانی میگیرند. در برنامه برایتان میگوییم این هم در حالی است که ماموران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در 9 ماه سال گذشته برای نخستین بار گفته بودند که حدود 6000 زن را همچون بداخلاق و تنفروش ثبت کردند. بنا به اطلاع رسمی از این شماره 32 نفر نابالغ بوده، 1500 نفرشان از 18 تا 30 سال داشتند و باقی مانده از 30 ساله بالا هستند. زندگی در قبرستان یک زن 62 ساله در شمال تاجیکستان طول 10 سال می شود از ناچاری همراه اعضای خانواده‌اش در کلبه کنار آرامگاه نصرانی ها به سر می برد و از آن افسوس می خورد که سختی زندگی و تنگی روزگار نگذاشت که فرزندانش را علم بیاموزاند و اکنون آنها با کسب و کار برای زندگی میمدهشان به او و خودشان کمک برسانند و حالا این زن نادار میگوید نبیره‌هایش از زندگی در قبرستان شرم می‌دارند و او امید دارد که حکومت به حال آنها به اصلاح رحم میکند و برایشان سرپناهی میدهد. زندگی این خانواده در یک گزارش همکاران ما انعکاس یافته است و شما میتوانید در برنامه خبری به طور مفصل تماشا کنید. و در برنامه امروز از آن خواهیم گفت که چگونه مقامات دوام سال گذشته از فروش 10 نسخه کتاب‌های پس‌صفت در کشور جلوگیری کردند. این کتاب‌ها را اساساً کیها و از کدام کشورها به تاجیکستان وارد میکنند و هم خواهیم دید که چگونه پس بودن صفت چاپ کتاب‌ها از یک طرف و محتوای بعضی کتاب‌ها از طرف دیگر باعث زیاد شدن غرامه کتاب‌ها در برخی دکان و انبارها شده است. خب خلاصه بینندگان عزیز این تنها چندی از نامگوی موضوعی بود که ما در برنامه خبری بررسی خواهیم کرد. اگر تا اون ساعت باز یگان موضوعی دیگری پیدا شد که مهم بود و برای شما نیز جالب بود ما حتما در برنامه خبری خواهیم گرفت. فراموش نکنید ما رو میتونید بعد از 3 ساعت دیگر در آزادی ویدیو مستقیما یعنی که کانال رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کنید.